خوش آمدنی است یک ارزش در اسباب بستند این نسل تناور خروشان به نظرم که کلا نقشه آمریکا و اسرائیل بود، ولی خب مردم دغدغه‌هایی دارن که باید شنیده بشه. جنگ نظامی و اون جنگی که در حوزه شناختی عرض کردم، گرونی‌های بیش از حد، نوسان‌های قیمتی که اتفاق میفته. الان همسر خود بنده آنلاین شاپ داره و الان آنلاین شاپش بسته شده و همه اینا تاثیرگذاره، ولی من با همه این وجود اومدم شرکت کردم تا از کشورم دفاع کنم. نیروهای آمریکایی در خواهد آمد. بیا تا با آتش مدافعات من هیچ احتمالی نمیدم که اسرائیل حمله کنه، چون دفعه پیش کتک خوبی خورد، ضربه محکمی خورد، هنوز خودش رو نتونسته جمع کنه. اتفاقا ما منتظریم که بزنه، اون موقع میفهمه کتک یعنی چی، زدن یعنی چی. قدم اول این هستش که با قاطعیت صحبت کنن در مورد مداخله هایی که میخوان صورت بگیره و قدم بعدی اینه که در راه اعتراض های به حقی که ما مردم داریم به اقتصاد و مسائل اقتصادی حتما جوابگو باشن، با مردم صحبت کنن و صادقانه بهشون پاسخ بدن. همه اونهایی که دیدن و فراموش نکردن توی این کوچه پس کوچه های شهر پایتخت